عزیزای دلم، شبتون بخیر. امشب داستانمون در مورد شناخت خداست که خدا رو بهتر بتونیم بشناسیم. حتما تا آخر داستان با من همراه باش. یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربون هیچ کس نبود. در بالای درخت تنومند بلوط سنجاب کوچولویی به نام میشا نشسته بود. او مثل همیشه غمگین و ناراحت بود. هر روز میشا از بالای درخت پیرزن همسایه رو میدید که خدا رو صدا میزنه. اما اون روز هم مثل همیشه خدا جواب پیرزن همسایه رو نداد. میشا آهی کشید و گفت: طفلک عزیز جون. میشه کوچولو سنجاب تنهایی بود. او به غیر از درخت بلوط و پیرزن همسایه کس دیگه رو نمیشناخت. نمیدونست این خدا کیه که عزیز جون انقدر او رو صدا میزنه. فقط میدونست تا اون روز کسی نیومده بود جلوی در خونه عزیز جون در بزن و بگه: سلام، من اومدم، من خدا هستم. میشه با خودش فکر میکرد طفلک عزیز جون لابد به خاطر پیریه که نمیتونه دنبال خدا بره و فقط بی خودی صداش میزنه. میشا عزیز جونو خیلی دوست میداشت و از قصه خوردن او هم غمگین بود، چون میشا فکر میکرد حتما عزیز جون از اینکه کسی رو صدا میزنه ولی او جوابی نمیده ناراحته. میشا تصمیمش رو گرفت و با خودش گفت: بالاخره هر طور که شده خودم میرم و خدا رو پیدا میکنم و به خونه عزیز جون میبرمش. شاخه به شاخه پرید و از درختش پایین اومد. اما چطور خدا رو پیدا کنه؟ چطور خدا رو پیدا کنه؟ او که هرگز خدا رو ندیده بود. ناگهان فکری به سرش رسید. با خودش گفت: کوه آنقدر بلنده که اون طرف دنیا رو هم میتونه ببینه. حتما او میدونه که خدا رو کجا میتونم پیدا کنم. میشا رفت و رفت تا به پای کوه رسید. با صدای بلندی هم گفت: آهای کوه بزرگ، من دنبال خدا میگردم، او رو میشناسی؟ کوه گفت: البته که میشناسم، اوست که مرا اینجا گذاشته. میتونی او رو از بزرگیش بشناسی. خدا از من خیلی بزرگتره. او بزرگترین موجود دنیاست. میشا به راهش ادامه داد. در راه با خودش میگفت: بزرگترین موجود دنیا، وای. پروانه زیبایی صدای میشا رو شنید و گفت: بزرگترین موجود دنیا، تو دنبال خدا میگردی، درسته؟ پروانه گفت: البته که میشناسم، اوست که این بالهای زیبا رو به من داده، اما او از من خیلی قشنگتره. میشا حالا میفهمه که چرا عزیز جون انقدر خدا رو صدا میزنه و او با تعجب گفت: بزرگتر از کوه، زیباتر از پروانه. بیچاره عزیز جون حتما کسی به مهمی خدا فرصت نداره به پیرزنی مثل او توجه کنه. پروانه با اعتراض گفت: اصلا هم اینطور نیست، خدا به همه توجه میکنه. این گل کوچیک رو ببین، خدا اون رو هم فراموش نمیکنه. خدا مهربون ترین موجود عالمه.
میشا لبخندی زد و گفت مهربونترین موجود عالم. ناگهان صدای پای سنگینی رو شنید. خرس قهوه‌ای داشت به طرفش می اومد. خرس که حرفای میشا رو شنیده بود گفت تو دنبال مهربونترین موجود عالم میگردی، درسته؟ میشا با تعجب پرسید مگه تو هم خدا رو میشناسی؟ خرس گفت البته که میشناسم، به لطف اوست که اینقدر قویم. او قوی ترین موجود عالم است. بعد خرس قهوه‌ای از اونجا دور شد. میشا نشسته بود تا استراحت کنه که صدایی از بالا شنید. تو دنبال خدا میگردی؟ صدای خورشید بود. میشا گفت تو که اون بالاها هستی، بگو خدا رو کجا پیدا کنم؟ ببین چقدر کوچیکم، وقت زیادی رو از دست دادم، هنوزم راه کمی رو رفتم. خورشید گفت خدا همه جاست، لازم نیست انقدر دنبالش بگردی، هر جا بری او رو پیدا میکنی. میشا گفت خدا رو به من نشون بده. خورشید گفت خدا با چشم دیدنی نیست، اما او ما رو میبینه. وقتی هم صداش میزنی صدای ما رو میشنوه. میشا با تعجب پرسید حتی صدای ضعیف عزیز جونو؟ خورشید گفت البته که میشنوه و جوابم میده. حالا پاشو تا دیر نشده برگرد برو خونه که عزیز جونم نگرانت میشه. عزیز جون پشت پنجره منتظر میشا بود. یکی از پرنده های جنگل همه ماجرا رو به عزیز جون تعریف کرده بود. عزیز جونم میشا رو نوازش کرد و گفت میدونی میشا، بعضی چیزا رو نمیتوان با چشم دید، مثل عشق، مثل محبت، ولی نشانه هاشون رو میتونیم ببینیم. کاری که امروز برای من کردی نشونه محبت توست. خدا با چشم دیده نمیشه، ولی دنیا پر از نشانه های اوست. میشا گفت مثل بزرگی کوها، مثل زیبایی پروانه ها، مثل درخشش خورشید. عزیز جون خندید و گفت درسته، و خیلی چیزای دیگه. اگه خدا رو خیلی دوست داشته باشی میتونی او رو با چشم دل ببینی. میشا آهسته تکرار کرد و گفت با چشم دل، اما دیگه حرفش رو تکرار نکرد چون خوابش برده بود. قصه ما به سر رسید. کوچولوی نازنینم، شما چقدر خدای مهربون رو میشناسید؟ اگه یه کوچولو به اطرافتون دقت کرده باشید خدا رو هم بهترم میتونید بشناسید. مثل وجود طبیعت، درختان، آب دریا، آبی آسمون، ستارگان، خورشید و ماه، شب و روز. همین قلب کوچیکمون که شبا ما میخوابیم ولی همچنان تو سینمون داره میتپه. شب خیلی خوبی داشته باشید. دوستتون دارم. شب بخیر.